همه زنها آمادن که شما امروز یک خوراک ملی تاجیکی باز دوباره احیا کنید، دوباره همون رو بپذیرید. همون خوراک روبیچ خراسانی ما شما میریم امروز برای تماشابین، برای بیننده عزیز ما نشان میدیم که چگونه خوراک‌های ملی ما آماده میشن و چگونه لذتی به همتا دارند. لایق بزرگ میگوید که زمین و آسمانی من توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است تمثالش یگانه مهربانی من توی مادر در حقیقت مادران تاجیک عموما مادر یگانه نفری است که برای فرزند در همه حالتهای زندگی در همه جبهه‌های زندگی یگانه مهربانی مادر است و امروز مادر مهربانی ما اون نفرانی هستند که عنعنات ملی ما را امروز تا به نسل امروزه آورده رساندند و بعداً بر آیندگان که این عنعنه‌های ملی تاجیکی که ما از آن فخر میکنیم به آیندگان میرسونند. ببین ما یک خوراکی که امروز نه همگان این خوراک را میدانند. من امید دارم که خوراک لذیذ است. مادر عزیز مهربان آماده میکنیم، یعنی که روبیچی خراسانی میگن. بید آغاز میکنیم. از چی آغاز میشود؟ این همه گرد گندم آغاز میشود. ما همه گرد گندم رو میگیریم با یه گوشتنی سرشماری میمون. خانواده هایی چی باشه خیلی باز جوتر میام زلال نداره میمون رو میخوره بودک فلان میخوره. ای گرد گندم اینو می آبقاتی عرلش میکنیم میمونیم. آغاز میکنیم ها؟ این همی تا آب میزنیم بچه همون بعد همی را میمونیم. آب در اول بسیار ریزم نمیشد یا که کم میریزیم؟ خطیر میشه خمیر میشه او باید قایده هاش نمیتنی قایدش خطیر فهمو یه خیلیش میشه که گرد بسیار یه خیلی میشه کمه بعد برای همون کم ترک میکنیم. داخلی آب نمک میاندازند؟ داخلی آب همین دارم آب نمک دارد به فکرم میدازیم با نمک شود در پختن رو جوشتنی خود بعد میفهمیم که شورای به نمک هنگامی وقتی که می جوشانیم اگر بچشم بینیم که نمک ندارد میندازیم باز نمک اضافه میکنیم. نمک میندازیم. اکره هر خیلی داره. اینا باید ما دورهای داریم که نه سال نوی داریم نوروزی داریم. همه دا این همی توقع دا آرد میگیریم کم میکنن. یعنی که زیادتر آماده میکنیم؟ زیادتر بعد اینا با هر خیلی آدم نمیتونه که میکنه کم میکنه. شما درباره تاریخ همین خوراک میدونید؟ یک پرس نکو. از پیشتر از چقدر ممکن از کی عموما آموختید همین خوراک رو؟ در کدام حالت همین خوراک میپزند؟ در کدام جشن یا عموما که مردم همین خوراک رو شاید در یک هفته یک مرتبه دو مرتبه برای خانواده میپزند زنها یا که عموما برای عید و جشن ها؟ خوراک بچم که بسیار اویلوده کم چیز ترکه خیلی قیمق در کرای قیمق گو روغن زرد مسکه بربغان خیلیش باشه بخش روی به مازم همین قیمق گو و روغن زرد و روغن دیگر کدام حالت با ایلوه میکنیم؟ روغن زرد و روغن زرد در دیگ میندازیم تف میدیم
Aha, vaqti taf dodan, ha? Vaqti zir mondan. تف O bilova mekinем boz. او حالی بوینو میدونیم اینه با اوقاتی میکنیم یک اموز میمولی مخورم Umoç, ha? اموز در روبیچه اموزشه روبیچه umoç. یعنی که در شمال مملکت مادر یک نمود دیگر خوراک میپزن با نام umoç میگن اموها مثل همین روبیچ آماده میکنن همین طور است بعدا همین که مالیدن کمکک کلوله شد کمکک خیلی وای شد بعدا در دیگ میجوشونن به مثل همون مستوبایی که میپزن به مثل همون اردلوا میکنه orada yine makarna mı gidiyor? İlava mikre ki بعد مهمونوش ده برسته خانواده ده برسته خیلی همسایه ده برسته بعد دوستیش برای همه یعنی که زیادتر شود زیادتر شود خیلی کم میکنی بچه 5 آدم 6 آدم اون خانواده خطی مهمونش میخره و میخیزن این خدمات خیلی در اون دیگه کلان میکنیم میمونه میخره همسویه هم میخره بله بله اینم خیلی خوره و میتوانند کلین آماده کنند کلینو میتوان کی لذیذتر آماده میکنند بعد از شما شبرانه شروع میکنن ولی هم یک کلینو یک اومده کلین دوی اومده این زنی محمد شریف سردار شد سردار کلینو ها سردار کلینو بهترین این با اکا روبارشون میکنه بخطشون ترکنیم بوده با کلان ترکه بخورد ای کلان ترکه ای غمی پرچی خورد شکر چند تا شکر دارم برای آماده کردن برای بعد برای تحملم شکر دارم این دختره که کلانی بودن علی خان بسیار تحمل دارم بولازم میپزن بولازم میپزن اگر حالی نسیم کنه تحمل هم آماده میکنیم وقت رسد البته وقت برسد شما از چند سالگیتان آموختید؟ ما این چند سال وقتی خونه دار شدیم خیلی علی دختره که ما خونه دار کشیدیم خیلی روز با سربان داشتید و میمونو مونده میکنیم اینه اداده میشه رو بید میکنیم نه روزی میکنیم خیلی هر کس نمیکنه بله بله میتونن اینه زحمت زیاد دارد زحمت زیاد دارد این روبیچ در چند ساعت یکی آماده می شود؟ روبیچ خیلی وقت میگیره کجم این رکم مولی این دانه برنج میشود اینجا دانه برنج میکنیم بوی را میگردونیم اینه تف میتیم روغنده با روغنده تف میتیم سرخ میکنیم در حول و باره با که سرخ کردیم که رو بیچکه آمده شد برنج میشود برنج اینه ما تیار کردیم اینه بعد از قریب 1.5 ساعت مادر آماده کردن یعنی که دانه های روبیچ آماده شد که اوموچ میگن اوموچ اوموچ آماده شد به مثل برنج است مایده این قدر سخت شد بعد میپزد بعد حالی سخت حالی گندم باره میشود کمک با گندم یا انا با همین را میگردانه میجوشانیم با خمیر میشود علاقه آماده شد برای جوشاندن تیاره ای ایره اینکه آده میدازیم در روغنده میدازیم تف میدیم تف میدیم سرخ کشید آوش میریدیم حاضر اینه علاوه میکنیم و شما نگاه میکنیم یعنی که ما زینه اولی آماده کردن همین محصولات گذاشتیم با آرد آبی داخلش نمک انداخته شده که آبی شد با دست یعنی که میمولم سویش میتن طول زیادتر از یک ساعت شما اینجا نشستگی هستیم همین رو آماده کردیم اکنون نزدی دیگ میبریم با بعدا زینه هایی که آماده میشه در اونجا خواهیم دید اینه مادر جان
چون شما گفتید آماده شد همش یعنی که همون موچی ما با آب نمک آرد دیگر هیچ چیز لوا نکردیم داخل روغن رو بندازیم داخل یک روغنی مسکه قیماق روغنی قیماق است آغاز میکنش بیاد شما باید بریان شود رنگش باید سرخ بگردد لالگون شود ولی در شمال مملکت چنین خوراک رو نامشه آش اویماچ میگویند در شمال مملکت همینه در اینجا روبیش شیرکتی اومده بکنه اوماچی با شیر کردم میمالی نهاز کده اوقتی انتظار کردم میمالی تیار میکنیم بعد میندازه سیر دخل بعد اوقا کم کرده کار میگیری بعد سیر بعد سوار میگیری سیر خطیمه دوان کمی میشه میپدقه میشه و در اون نسک میندازیم کمکک سرخ شد اولی سرخ Aha aynen. Öyle modern işte aslında. Aha. دیگه بعد میتونه شام بشه و طلب شده وارد هاوس Yani de بعد از اونی که آماده کردیم برنج دانه های اون روبیش رو بعد از در روغن یعنی که زیرباندن یعنی که تفت دادن باید که رنگ این محصولات چگونه شد سرخ رنگ شد زینه دوی ملکه آماده شده است یعنی که ما زینه دوی رو گذاشتیم باید چیکار کنیم اکنون بعد از اون که ما آب ایلوه میکنیم نوبتی جوشانیدن خوراکه می شود باید چند لحظه جوشد میجوشه دیگر کنید تو قوزیدن بیننده عزیز آب هم ایلوه کردیم ما یعنی که طول 1 ساعت یا 1.5 ساعت زیادتر این محصولاتی ما می جوشد بعدا باز چیز ایلوه میکنیم مادر جان پیاز ایلوه میکنیم روغنش قطعه روغنش بسنده است اگر که با در پروسه و روسته میریزیم پیش میمون میخواد وقتی که پیش مهمون موندن ایلوه میکنیم روغن اگر لازم آید چون من از آماده کردن این خوراک از اول من مشاهده میکنم و اون خلاصه میگم که زحمت بسیار طلب میکند و از مردمی یعنی که زحمتکش بودن همین مکان این خوراکای ملی درک میکند یعنی که زنهای همین مکان زنهای همین وادی در حقیقت دستی هنرمند دارند که چنین خوراک رو تا این لحظه به ما یعنی که آورده رساندن و باید ما این رو پاس داریم تا آیندگان نیست همین شکل آماده کنی بله گم نکنن که هنر عیدست نروم بله مردم حرکت میکنه که ما یک عمر دراز بینم یک پیاز بگیرم بله شما اینجا نگاه کردم ببینید همه این خوراک از کارگردان خواهش میکنم نوارای نشان کرد همه محصول دستان شما است بنا ها مختد نبیره آدم کردم پیر شده کردم میتونن یعنی که آموزان دید نبیره میکنن نه؟ بهترین بعد از چند لحظه که یعنی خوراکی ما با جوشش می آید میتونید که پیاز رو چنین ریزه کرده ایلوه کنین بعد از ایلوه کردن پیاز باز یک کم می جوشد بیننده عزیز ببینید که بعد از رسا 4 ساعت آماده بعد از 4 ساعت خوراک ملی ما آماده شد
خوراک ملی که ما گفتیم روبیچ خراسانی نام دارد آماده شد. نوبت آن رسیده است که از همین خوراک ما بچشیم مزه می خوراک را بعدا به همون احساسات را بس خواهم برای شما که ابراز داشته باشم. در این 4 ساعت ما لباس هم عوض کردیم. ما کمک هوا سرد شد. جامعه پختگی پوشیدیم. بله جامعه پختگی پوشیدیم. مرحبا شنید. اجازه هست اکنون برای خوردن؟ اجازت. بید رفتیم. خوراکی محلی روبیچ نام دارد. ما دوباره احیا کردیم همین ترانه. بگذار دیگر کدومهای دیگر منطقه هم از همین یاد بگیرم. بله از همین آماده کنم برای خانواده خود، برای اهل دوستان خود، تا اینکه همین هنرها از بین نرود. چی گفتید؟ بین نرود. هنر ما را یک کس نکشن نگیره. بله. خودشون زنده کنن، نه بیروهای ما بکنن، نه اختراکای ما بکنن که همه هنر ما ای بین نرود، زنده شود. بله. سری دسترخوان میریم اکنون. بیننده عزیز، با یک زحمتی بی اندازه، با یک زحمتی که شما چون دیدید ما با همراه مادر عزیز و مهربان امروز یکی از خوراک‌های ملی تاجیکی را آماده کردیم. این که روبیچ خراسانی را ما امروز آماده کردیم. اگر مادر اجازه دهند از مزه‌اش من بچشم و بگویم که چه طعم دارد. اجازه دادم بچه‌م بچش. یک طبق شد بخورم. در نام صدقه بچه. آشی جان تون در حقیقت بلازت است. وقتی که ما آماده کردیم کمک با برنج مانند بود. چقدر از این ملایم با لذت. بگذار دیگر بانوان تاجیک از همین خوراک ملی ما یاد بگیرن، بیاموزن از همین نوارایی که ما امروز آماده کردیم و بگذار در تمام مناطق کشور از همین خوراک آماده کرده باشند. مرحمت مادران عزیز. آش شود. بگیرید.